آخرای شب دوم دی ماه 1403 بود که 2 مأمور پلیس جلوی کلانتری بولوار سجاد مشهد داشتن نگهبانی میدادن که یه ماشین پراید میاد جلوی کلانتری وای میسته، ولی کسی ازش پیاده نمیشه. این 2 مأمور با خودشون میگن که خیلی خوب، این ماشین الان از اینجا میره و مشکلی نیستش دیگه، این ماشینی که اینجا وایساده دیگه. بعد از چند دقیقه صداهای خیلی عجیبی از داخل ماشین میاد. انگار یه زن و شوهر داشتن توی ماشین دعوا میکردن. این 2 مأمور پلیس اول جلو نرفتن، گفتن خب دعوای زن و شوهریه دیگه، بیا اول دخالت نکنیم. ولی میبینن دعواشون خیلی بزرگ شده و برای همین میرن نزدیک و میبینن که کنار صندلی راننده یه خانومی نشسته که غرق در خونه، تمام صورت و بدنش چاقو خورده و غرق در خونه. این 2 مأمور پلیس در حالی که خیلی هول شده بودن خیلی سریع راننده رو دستگیر میکنن که این راننده مردی بوده به اسم ابوالفضل. بعدش که این مرد رو دستگیر میکنن خیلی سریع میرن سراغ مریم که همین زنی بوده که چاقو خورده و میبینن که وضعش اصلا خوب نیست و داره نفسهای آخرش میکشه. ولی با این حال به آمبولانس زنگ میزنن تا بیاد و میگن شاید نجات پیدا کرد. ولی با اون ضربات چاقویی که ابوالفضل وارد کرده بود به صورت و شکم و کل بدن مریم، امکان زنده موندنش خیلی پایین بود. وضعیت ابوالفضل مشخص بود که قصد داشت خودش هم بکشه، ولی جرئت نکرده بود و چند تا خراش رو دستش فقط انداخته بود. سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به یک ویدیوی پرونده جنایی دیگه. امشب قراره پرونده رو با هم بررسی کنیم که از چیزی که فکر می‌کنین اینم فراتره. فکر نکنین قتل یک زن و شوهر بوده که همدیگه رو کشتن. اصلا اینطوری نیست. و چیزی که فکر می‌کنین هم میتونه فراتر بره و اون چیزی که فکر می‌کنی نیست. اینو بهت بگم، اون چیزی که فکر می‌کنی نیست. و نمیخوام زیاد معطل کنم. برای همین مستقیم میریم سراغ ویدیو، ولی قبلش چنل رو سابسکرایب کن، لایک ویدیو فراموش نشه تا از من و این سبک حمایت کرده باشی. معطل نمی‌کنیم و بریم سراغ ویدیو. قبل از اینکه بریم جزئیات قتل رو با هم بررسی کنیم و کامل‌تر بفهمیم، بیا با هم دیگه ببینیم این مریم کی بوده. مریم یک زن 47 ساله بود و متأهل بود. اسم شوهرش هم مسعود بود. مریم شغلش پتینه کاری بود و کلی شاگرد و کلی کارگر داشت و یک کارگاه بزرگ پتینه کاری توی مشهد داشت و وضعیت مالیش خیلی خوب بود و یه خونه خیلی بزرگم توی یکی از گرونترین منطقه‌های مشهد یعنی بولوار سجاد داشت. و منی که توی مشهد زندگی میکنم میدونم قیمت‌های خونه بولوار سجاد خیلی زیاده. که مریم خیلی پولدار بود و زندگیش خیلی خوب به نظر می اومد، ولی رابطش با شوهرش اصلا خوب نبود. مریم اخلاقای خیلی بدی داشت. یکی از اخلاقاش این بود که با مردای غریبه ارتباطات خیلی مشکوکی برقرار میکرد. ارتباطاتی که به جاهای خوبی ختم نمیشد. که فکر کنم همین الان منظورم رو فهمیدید و دیگه نمیخوام مسئله رو براتون باز کنم. و همین ارتباطات خیلی بد باعث شده بود که مریم از شوهرش طلاق عاطفی بگیره و انگار کاری به کار هم دیگه نداشتن و هیچ کس نمیدونست که مریم شوهر داره. الان بیاین با هم دیگه بریم ببینیم که ابوالفضل توی کلانتری چه حرفایی زده. ابوالفضل 53 سالش بود و دوست پسر مریم بود. مدرکش هم که لیسانس بود و 10 سالی میشد که از همسر سابقش جدا شده بود و 2 بچه داشت، یه دختر و یه پسر. ابوالفضل توی کلانتری حرفای خیلی عجیبی میزد. اون میگفتش که مریم دوست دخترش نبوده و همسر تیغه ایش بوده. که زمانی که مسعود همسر مریم اینو میفهمه میاد کلانتری و میگه که من همسرمو طلاق ندادم که بتونه صیغه کس دیگه‌ای بشه و این مرد داره دروغ میگه. که پلیسا گفته بودن ابوالفضل داره دروغ میگه. همونطوری که بهتون گفته بودم مریم ارتباطات مشکوکی با مردای غریبه برقرار میکرد. یک روز که ابوالفضل همراه دخترش اومده بوده به کارگاه پتینه کاری مریم تا دخترش پتینه کاری یاد بگیره، مریم شیفته ابوالفضل میشه و وقتی که ابوالفضل می اومده سریع به خودش میرسیده، یه تکونی به خودش میداده و همیشه سعی میکرد مخ ابوالفضل رو بزنه که موفق میشه،
و ابوالفضل و مریم وارد رابطه میشن. اونا خیلی تونتون همدیگر میدیدن. گاهی وقتا تو پارک، گاهی وقتا مریم میرفته خونه ابوالفضل. ولی این وسط مشکلاتی هم پیش اومده بود. همسایه های ابوالفضل دیده بودن که ابوالفضل همش داره با یه خانمی رفت و آمد میکنه تو خونه و بعدش ابوالفضل نمیخواست همسایه ها و پسراش، همسایه هاش و بچه هاش بفهمن رابطش و مریم ها. برای همین یه پیشنهادی به مریم میده. میگه بیا با همدیگه ازدواج کنیم. اینجوری دیگه هیچ مشکلی نیست و همه چی درست میشه. که اینجا مریم میگه که نه، من رابطم با تو دلیه، نمیخوام ازدواج کنم، میخوام خوش بگذرونم از اینجا حرفا. که اینقدر ابوالفضل اینقدر اصرار میکنه که مریم حاضر میشه که همسر صیغه ایش بشه و ابوالفضل هم قبول میکنه دیگه، میگه چاره‌ای نداره. مریم میگه که خیلی خوب، برو خونه شناسنامه‌تو بیار تا بریم محضر و همه چی تموم بشه. که اینجا مریم رنگ صورتش میپره، چون که داخل شناسنامه اسم مسعود شوهرش بود و اینجوری ابوالفضل میفهمید که مریم بهش دروغ گفته. برای همین سعی کرد ابوالفضل رو فریب بده. گفتش آره، من شناسنامه‌مو گم کردم، اقدام کردم که المثناشو بگیرم، ولی هنوز برام نیومده و کمی طول میکشه. هر وقت که اومد میریم با همدیگه محضر و همه چی رو درست میکنیم. ابوالفضل بعد از این مدتی فهمید که شناسنامه در کار نیست. گفت خیلی خوب باشه، من خودم خطبه عقد رو میخونم، همه چی رو تموم میکنم. میرن داخل اتاقها و ابوالفضل چند تا آیه قرآن میخونه و بعد اینا با هم دیگه محرم میشن. اینجاشو من نفهمیدم ولی با هم دیگه یه جوری محرم میشن. ولی مشکلات اینا تازه شروع شده بود. مشکل اصلی اینا بی‌مکانی بود. چون همونطور که گفته بودم ابوالفضل بچهای بزرگی داشت و مریم بچهای بزرگ و اینا نمیخواستن بچه‌هاشون با خبر باشن. برای همین چون عقدشون یه جوری بوده که توی هیچ جا ثبت نشده، نمیتونستن هم چیزی بگن بچه‌هاشون. برای همین مریم یه پیشنهادی به ابوالفضل میده. ابوالفضل وضعیت مالی خوبی نداشته، پولدار نبوده و صرفاً به خاطر جذابیتی که داشته تونسته با مریم وارد رابطه بشه. که مریم میگه که خیلی خوب، بیا با ماشین پراید داخل کارگاه من کار کن، سفارشات مشتری‌ها رو ببر، شخصی من باش و از این کارا بکن و منم پول خوبی بهت میدم. که ابوالفضل هم دروغ نباشه خیلی خوشحال میشه و سریع قبول میکنه. ولی مریم بعداً با خودش میگه که ای کاش این اشتباه رو نمی‌کردم. چون که همونطور گفته بودم مریم ارتباطات خیلی مشکوکی با مردای بقیه برقرار میکرد، یعنی با مردای غریبه برقرار میکرد. و زمانی که ابوالفضل میاد و اونجا کار میکنه واقعا عذاب میکشه و صحنه‌های خیلی عجیبی میبینه که مریم با یه پسری دوست شده و دارن با هم دیگه صحبت میکنن، میگن میخندن و با هم دیگه لاس دارن میزنن. که اینجا ابوالفضل هم نمیتونست بره چیزی بگه. چرا؟ چون که هیچ جایی ثبت نشده که اینا با هم دیگه عقد کردن. برای همین همیشه چی نمیگفته و عذاب میکشته و همیشه با مریم دعوا میکرده. که یه روز مریم تیر خلاص میزنه. ابوالفضل میفهمه که مریم با یه پسری تو رابطه است و بعد از یه مدتی یهویی مریم غیب میشه. کجاست؟ رفته دبی. رفته توی سواحل دبی و یک سفر خارجی و اصلا به ابوالفضل چیزی نگفته. ابوالفضل هم که خیلی عصبانی بوده و منتظر بوده که مریم بیاد و حساب پس بگیره. زمانی که مریم برمیگرده ابوالفضل بهش میگه که خیلی خوب، بیا بریم اصلا جدا شیم، من دیگه تحمل ندارم. توی همون اتاقی که اونجا بودیم خطبه جدایی رو میخونیم و تموم میشه. که اینجا باورتون نمیشه، مریم سری گریه میکنه، نه تو رو خدا من اشتباه کردم، دیگه از این کارا نمیکنم و هر چی تو بگی همون میشه. بهتون گفته بودم که مریم خیلی ابوالفضل دوست داشته و میگه هر چی تو بگی همونه. ابوالفضل میگه خیلی خوب، یه فرصت دیگه هم بهت میدم. ولی خب چطوری میتونست این کار بکنه؟ مریم به خاطر شغلش باید هی ارتباط میگرفت با مردای دیگه، چون شغلش این بود. چطوری میتونست این کار نکنه؟ یه مدتی همینجوری میگذره که یک فامیلای مریم میمیره و براش مراسم ختم میگیرن و مریم همراه شوهرش مسعود میره و مراسم ختم. که اونجا ابوالفضل میبینه که مریم همراه مسعوده و اینجا واقعا عصبانی میشه و دیگه تحملش به آخر رسیده بود.
هی میدید که مریم داره با مردای غریبه ارتباط میگیره، از این برم شوهرش دیگه دیوانه شده بود. به خودش فکر میکرد که مریم شاید با چند نفر دیگه ازدواج کرده باشه مثل اون. زده او به سیم آخر. رفت از یه مغازه چاقو فروشی و یک چاقوی خیلی تیز خرید. یه چاقوی واقعا تیز. و از مریم خواست با هم دیگه برن بیرون. و میرن جلوی کلانتری. اون چاقو رو برای این خریده بود که اگه مریم ازش نافرمانی کرد همونجا بکشتش و قضیه رو تموم کنه. میرن جلوی کلانتری و به مریم میگه که اگه شناسنامه‌شو نیاره اینجا ازش شکایت میکنم. که اینجا مریم جیغ و داد میکنه، این از این بر جیغ میکنه، این از این بر جیغ میزنه. اینجا بود که یهویی ابوالفضل عصبانی میشه و چشمشو خون میگیره و بدون اینکه بفهمه چاقو رو از زیر صندلی در میاره و حمله میکنه بهش. و مریم قبل از اینکه متوجه بشه چند تا ضربه چاقو به صورت و بدنش خورده بود و غرق در خون میافته. که بعدش گفتم مامورا دستگیر میکنه ابوالفضل رو. که اینجا هم حکم ابوالفضل معلومه چیه دیگه، اعدامه. و این پرونده همینجا تموم میشه. و مرسی که تا اینجا پرونده همراه بودی. مرسی که افتخار دادی تا اینجای پرونده میزبانت باشم. و تا یک ویدیوی دیگه، خداحافظ.